میگه حضرت موسی علیه السلام از خداوند تعالی پرسید که پروردگارا برای من یک چیز تعلیم بده که من با همو چیز ذکر تو را بگویم. خداوند تعالی گفت ای موسی لا اله الا الله بگو. حضرت موسی دوم بار پرسیدن پروردگارا برای من یک چیز تعلیم ده که من به همین تو را ذکر گم. خداوند تعالی بار دوم گفت ای موسی لا اله الا الله بگو. حضرت موسی گفتن پروردگارا این لا اله الا الله را تمامی مردم میدانند، پیش از ما بودگی امت ها هم لا اله الا الله میگفتند. برای من یک چیز خاص تعلیم بده که با همو من ذکر تو را گم و وای بهترین ذکر باشد. خداوند تعالی گفت ای موسی گفت 7 طبقه آسمان و آن چیزی که آنها را زیب میدهد، یعنی که فرشته و انسان و تمام مخلوقات غیر از من گفت خداوند. غیر از من 7 طبقه آسمان گرفته یک پله ترازو دمان و لا اله الا الله را یک پله ترازو دمان لا اله الا الله و از بین میبیا گفت. و همین خاطر هم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ذکر لا اله الا الله را در ماه رمضان بسیارتر گویید. معنای لا اله الا الله نیست خدای بجز از الله و تعالی، غیر از الله دیگه خدا نیست. معناش همیه. و در دیگر حدیث آمدگی است هر کسی که لا اله الا الله میگوید فوراً درهای آسمان گشاده می شود. فوراً معناش سراچ نه، در حال درهای آسمان گشاده می شود و یگان ممانع، یعنی یگان پرده، یگان من میکردگی چیز نمیمونه. همه درهای آسمان گشاده می شود. همون شخصی که لا اله الا الله میگوید چی دعایی که کنه دعاش قبول می شود، با شرطی که همون لا اله الا الله میگفتگی آدم از گناه های کبیره پاک باشد. گفتگی از گناه های کبیره. امام شمس الدین ذهبی یک کتاب بزرگ، یک کتاب بهترین برآوردگی، این کتاب خانه آدم میفروشه، حتی تلفن آدم در پلی مارکت الکترونی ورسیت برآوردگی است. نام کتاب 76 گناه کبیره. 76 تا گناه کبیره در همین کتاب آوردگی. از همه کلانترین گناه کبیره این شرک آوردن به خداوند، بعد از سحر و جادو و آدمکشی و بینمازی و عرقخوری و زنا و دروغگویی. حتی همین دروغگویی، سخنچینی، همین هم گناه کبیره. باید آدم روزدار از همین ها هم پرهیز کنه. گفتاد هر کسی که لا اله الا الله میگه درهای آسمان گشاده میشه، دعاش قبول میشه، با شرطی که گناه کبیره نداشته باشه، با شرطی که از دروغگویی و از سخنچینی و از همین چیزها پاک باشه.